Akay Jamshid. Akay Jamshid. Akay Jamshid. بالاخره موششو نمیدونی که همین رزمیری موزش چیل شش بود همین سوال نکه فقط همین سوال تمام جورنالیست دیگه کار فقط درمانده دمی همین سوالا به ترتیب Baka khuda ba dast gir. و پیشی آنهایی که از سفیدشوی پوست اذیت میکشند داروهای شرکتی ما برایشان خیلی هم مفید است. پیگمنت و تابلتکاها و ماسک‌ها دوای بیماری شما هستند. برای تبابت بیماری‌های پسریازو مزو صابون‌ها نیز داریم. برای بغم درد و روماتیسم باشد داروهای تبابتی پیشنهاد می‌سازیم. اینچنین برای نرک و دونچه‌های روی را گم کردن و جنج روی را برطرف ساختن از داروهای شرکتی سوخساغدا استفاده نمایید. می‌آیند با کتگیشون در آسمان. اینو بین زنگ میزنم تلفنش رو نمیبردارد. Akay Jamshid iltimos bardor telefonam ro Akay Jamshid. Oh zayn. می odami nepunktalnida. وقت و ساعتی گفته بیاید چیکار میکند آخه؟ انا با فکرم اومد نه و این رفت. یا با اون تاکسی. اوه Akay Jamshid اقلا تلفنم رو بردار چون همین آدم همه کار کنند و بعد خلاف نباشد. 50 بار که زنگ میزنم تلفن منو میگیرد. ای Akay Jamshid. ببرد جمشید علی میگی ما همین یک کارگر همینجا یک چند لحظه پیش دیدیم همینجا در گشت ساده بود همینجا وارد شده بودن؟ وارد نه همینجا ردیده بود گشت ساده بود نمیفهمی کتابی جمشید حلیم خیلی بریده است. باوری دارم که به همه سوالای ما پاسخ میگه. خیلی الان که قریب 20 سوال داد پاسخ دادیم با این سوالش اگه سوال خوب باشه چرا نه برای خاطر مخلصا Akay Jamshid. من باوری کامل دارم که شما به این سوال ما پاسخ میگویی. بله ما قریب 10 15 20 سوال داد پاسخ دادیم چه از سوال تمام خب گوش بکنیم سوال چنین است جمشید حلیم چند زن دارد بسیار کلش فقط همین سوال تمام جورنالیست دیگه کار فقط درمانده دمی همین سوالا به ترتیب بaka khuda ba dast gir. همین سوال نکه Aka man Rustam aka man jurnalist khudum ba dast gir hoy savol sar nashudast barnoma sar nashudast aka تو کجا شدی قطعی همین aka man یک ساعت شما رو میبخوام خیلی جای مولای ما فقط دخواه میبینه بر وقت بین نمیشه بخشش عذر زیاد از نامی بچه‌ها بخشش ما شما رو انتظار بودیم بچه‌ها ما این برنامه شروع میکنیم مبادا با هم خیلی سوال نتیکی دفعه ما جواب نمیگم ما حیران امروز کجای برنامه میری همین صحبت شیرین میشه همین سوال اکتر شو چند آیله داره شو چیکار میکنه شو چی میخوره خیلی خوب میره خیلی میخزه خیلی رحم میگرده همه این وابسته به ما کوشش میکنیم که در رفتی برنامه با عزت نفس شما نرسیم عزت نفس من عزت نفس همه راسته گزی بود تمامی و شبکه‌های اینترنتی سوال یک فقط سلام تماشاگران عزیز کانال مهرپرو با برنامه گپگپشو با شما هستم من رستم عظیمی در برنامه ما قرار دارند یکی از هنرمندان مشهور هجو خواننده جمشید حلیم بیاید یک جویا پیشواز میگیم جمشید حلیم رو خوش آمدید به برنامه ما حالا که یک پیشواز گرفتید با درجه پیشواز گرفتید که از به هرتگ میموندید یک انسان یک جدا بسیار گپای زیادی میزند رنگ بیدار کردن همین رستم جان بعد یک انسان در گپش که نمیفوره همون دوره دیگه پرس سراغ نبود میزنه قب میکنه همون از گلوش هم وایش میگیره هرتگ شب میگه گپ زن بود چی گپ داره که میگه هرتگ مته آقا حب زد مخیخه هر تک اونم بشه حب زد دارم میتونم خیلی ما رو با اون دنیا فرستید نه اکو با اون دنیا خدا کس میفرسته خدا تعالی استغفرالله گید نکی با اگر همین سوالای ناجور شود این برنامه داد همین روز توش وای انیخ شما به هر تک بمونید سلام دوستان عزیز سلام برادرای عزیز در کانال حکیم تیوی بسیار ویدیوهای عجایب و غرایب رفته شده است این برادری ما در شهر فرانسه اگر شما میخواهید که از همه ویدیوهای او باخبر باشید پس به اینجا حتما نظر کرده از نام من سلام نوشتن و پادپیسات کردن و لایک گذاشتن رو هیچگاه فراموش نسازید